دادستان کل تاجیکستان گفت در کدام وقت ریاست و گروه مقاومت ضرورت ندارد. خاروق چرا یگانه جای فعال ماندن گروه های جنایی نیست و هم چقدر شهروندان تاجیکستان را از منطقه های درگیر خاور میانه باید بیارند. یوسف رحمان دادستان کل امروز به سوالهای خبرنگاران تاجیک جواب گفت و یکی از صحبتها وضع امساله بدخشان بود. دادستان کل گفت حالا در ولایت بدخشان وضع آرام است. گروه‌های متشکل نه تنها در خاروق هستند، اینا در دیگر مناطق هستند، در تمام دنیا هستند. وظیفه ما هم از آن عبارت است که بر ضد یعنی گروه‌های متشکل مبارزه بریم. در وزارت کارهای داخلی ریاست هست اوید به مبارزه بر ضد گروه‌های متشکل. اگر گروه‌های متشکل نباشند عموما بودن این ریاست نه در MVD نه در پرکاتور جنایی نه در دیگر مقامات ضروریت هم ندارد. و گفته یوسف رحمان در سال گذشته سطح جنایتکاری در این ولایت کاهش یافته است. در نتیجه فعالیت از ماه سپتامبر سرکرده تا امروز زیاده از 400 سلاح آتشفشان از اهالی گرفته شد. خب وضع پورا تحت نظارت قرار دارد. سطح جنایتکاری نظر به سال گذشته قریب 30% کمتر به قید گرفته شد. عموما که یگان پرابلم حاضر در ولایت مختار کوهستانی بدخشان وابسته به این مسئله ها دیده نمی شود. با گفته مسئولان دادستان کل مقامات تاجیک در یک جایگی با دیگر سازمان های بین المللی باقی مانده شهروندان تاجیکستان را که همراه شوهر یا نزدیکانشان به جنگ های خاور میانه رفته بودند به وطن برمیگردانند. یعنی تمام از سال 1314 اینجا گیریم اگر زیاده از 350 نفر چنین اشخاص به وطن برگردانده شده است. از جمله زیاده از 150 نفر این زنها و فرزندای نابالغ آنها می باشند. دادستان کل تاجیکستان در مسئله شکنجه از طرف کارمندان مقامات به گفته یوسف رحمان سال گذشته تنها 2 نفر با این جرم زندان شدند. کدام مراجعاتی می شود، عرض شکایتی می شود نسبت کارگران مقامات حفظ حقوق اوید به راه دادن به شکنجه اون از طرف پروکراتور جدی موردی بررسی قرار می گیرد. در سال گذشته 4 پرونده جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شد اوید به این حالت ها. خب از این 4 پرونده جنایتی 2 پرونده جنایتی علیه به سود فرستاده شد و شخصانی گناهکار محکوم کرده شدند. هرچند دادگاه گناه 2 نفر کارمند مقامات با جرم شکنجه را ثابت کرده است، اما حامیان حقوق انسان میگویند معمولا گناه کارمندان مقامات پشت پرده میماند. اخیراً دادستان ولایت ختلان پرونده جنایی 2 افسر میلیسه ناحیه یاوان سیاد جان قادرا و محمد حیدر که به شکنجه شهباز احمد متهم شدند ختم کرده است. هفته گذشته دادگاه نظامی خوجند محاکمه یک افسر پلیس را به شکنجه کامل خالنظرов یک ساکن این شهر شروع کرد ولی به پرونده مهر مخفی زده شد. همچنین دادستان کل تاجیکستان مسئله رشوه‌ستانی مسئولان طرح شهرداری را با نام منزل دسترس شرح داد. گفته شد ریاست پرونده های مهم دادستانی آن را زیر نظارت گرفته 4 نفر بازداشت شدند. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.